سلام علیکم دوستان عزیز مهربان. ما امروز الف گرفتیم. الف سونیا درس بود. الف بر وقت جواب میشه. آزی گودکا همین وقتی که فریز آمدیم باید که ما دمی مرغابیکا کم ترکی نامتیم. ها؟ نیشی جده ایش ایسده. بسیار میشن که از او سونده میدیم. او تیچکی را کردم نکنه. دوستان عزیز و مهربان، امروز ولوگمو خیلی کوتاه و فهم میشود. بسیاری بعد شما سوال میتید که برای چی سونیا یا فاریکا شما ویدیو نمیکنید؟ گودکای شوهرتان در کجای؟ چرا فقط گودکای خودتان نشون میتید، گودکای شوهرتان نشون نمیتید؟ و همین خیلی در سوالتون جواب دادنیم. گودکای شوهرم گودکای من هستند. بعداً ما میخواهیم که برای شما خبر خوش رو برسونیم. ما الکی بابا و بیبی شدیم. ما بیبی 30 ساله. فاریک در تاجیکستان همین خیلی موندگی بود. کاتیمون آمده بود. سونیا کاتیمونای و همین خیلی صاحب یک پسرچه زیباک شدگی. ماشاءالله. میتونید تبریک کنید در کامنتاریا. ما خواستیم که همین مخفی بمانه، اما بسیاری بعد که شما سوال دادید اینا با سوالتون جواب. الکی یک ماه شد فاریک اومدگیای کتی پاپاش کار میکنن. حتما که بچه جانشان میارن روزای نزدیک. سونیا باشه همراهی مای. امیدوارم که همین جواب ما شما رو قناعتمند میکنه و دیگه همین سوالا رو نمیتید. برای که ما هیچ وقت این کودکمون جدا نکردیم. همه وقت یک جای بودیم و یک جای میمونیم. برای همو خیلی سوالا نتید که شما ویا رو جدا میکنید، شما ویا رو ویدیو نمیکنید. من سونیا رو ویدیو نمیکنم به خاطر ویدیو نمیکنم که وای نمیخواه، حتی نمیخواه که نامش بگیرم. دمی پیش من ششتگی داده سرخانه وقت ویدیو میکنم وای خودشو دور میکشه. الکی دختر کلان شدگی ایزون میکشه. با مخاطر من ویا ویدیو نمیکنم. این میخواد باقی در پناه خدا باشد. خداوند نگهداری هر یکی ما.